یه فرشته است به نام پشمایی، میگن انقدر خوفناکه تا ببینیش پشمات میریزه. البته تو بهش اپیلیدی صداش میکنن. ساکن. چی کاره؟ شیراب چرا هر دو طرفش داغه؟ خب جهنم هر دو طرف شیرابش داغه دیگه. می‌خواستی یخ‌تر بهش برات بیارن؟ اینجا نوشته شما هر رستوران یا عروسی میرفتی دستمال کاغذی‌ها و قاشق چنگالا رو بلند می‌کردی. پول داده بودیم، حقمون بوده. چیه می‌خوای بندازیم جهنم؟ خودکارای من کجا قیبش زد؟ لیست بهشتی جهنمیا رو بده. فکر کردم دستمال کاغذیه. زغال است. آقا زغال اصلی میخوای؟ زغال اصل جهنمی ها. با این سن و سالت خجالت نمیکشی؟ انقدر پول خرج دخترا کردی همینو خرج قیافت میکردی. منم دل دارم. خب چقدر پول واسط مونده الان؟ 12 میلیاردی دارم. چه چهره جذاب و دلربایی داری تو بسر. دل چند نفر رو شاد کردی؟ یه چند تا گناه هم داشتی بخشیده میشه. برو بهش حالشو ببر. وای نه من میخوام برم جهنم. برای چی میخوای بری جهنم؟ آخه اکیپ دوستام همه اونجا. پس چی شدی؟ خانم معلم امروز آب پاکی رو ریخ روم. خانم جانم، من رتبم 64000 شده. میتونم فوریت های پزشکی قبول بشم؟ آره؟ چجوری؟ میذارنت رو سقف آمبولانس، بگو وی 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 وی. مرگ تو هم بخند. میگم شیطان جدیدن خیلی کم کار شده. قبلا ماه رمضون هر سال 2 تا سریال همزمان کار میکرد. علی جان بیا بالا استراحت کن رو مبل. ما مبل داریم. همسایه میشه ما با مبلتون بیام یک عکس بگیریم؟ مشکلی نداره بیاین. آره دیگه عکستون رو بگیرین چون من میخوام برم امریکا دماغم عمل کنم. کجا مرگم میگه دماغ چه میخواد عمل کنی؟ مرگ بر خواهر. آره وطن فروشا. مرگ بر وطن فروش خواهر. اینجا نجسته. اینا ماس پلاستیکیه؟ نه مثل اینکه واقعیه. اینا رو برمیدارم واسه داداشم. اسقری 20. خدایا شکر. امینی 19 و 75. 19 و 75 چرا؟ صبوری 3 و نیم. حسنپور -1. مرادپور 15. مرادپور چندش. همین مرادپور از اولم مستراب بود. خانم عزیزه امینی کتاباتون جابجا کرد. امینی غلط کرد؟ مگه من با شوخی دارم؟ کدوم یکی از شما بیشورا ماشین من پنچر کردی؟ من فقط بفهمم. علاوه بر ماشینش خودشم پنچر کردم. 25 تا سوزن میخی گذاشتم رو صندلیش. جان ما. اسقری مداد اضافه داری؟ شاکت باش. الان معلم فکر میکنی داریم تقلب میکنیم. تو رو خدا. ای بابا اینم رنگ نمیده. بیا آجی بیا. پس خودت چی؟ رفاقت ارزشش بالاتر از این حرفاست. Harmanım baba nerede çarşafım? پس منم نمی‌نویسم. فوقش با هم میافتیم. Harmanım baba nerede باشین بریم گمشین از کلاس من بیرون. مرگ هارمانه. خار مادر. بابا نرده رو دست بزن به چارپایه. یک سکه پیشکش شما. بله کیسه آذوقه خود را بردارید. سپاسگزارم. صبر کنید بگذارید بقیه پولتان را بدهم. نمیخواهد. بقیه‌اش را برای خودت خانه‌ای بخر. در این حدم دیگه نبود قدیما. سلام آقا مراد. چیه پشتت؟ سکه های قلکم از بچگی تا الان جمع کردم اومدم مغازتون رو بار بزنم. این چیه؟ کل اون پولا همین شد؟ آقا این خوب باد نمیشه. یکی سه پول دادی انتظار داری بادم بشه. برو بابا. در نکنه همینم بزن به حسابم. ای بابا بازم بزنم به حسابت. مگه تو درس نخوندی؟ مگه تو معمار نیستی؟ چرا 80 گروناته؟ چه ربطی داره؟